سلام علیکم عزیزین، سلامت خانواده سلامت باشید. میدونین چی در یک لکسه علمی فرزمون تماشا کردم، میگه که انسان 50% وجود انسان میگه از صبر وابستگی داره. 50% ما به صبر باید شدگی باشد. وقتی 50% ما به صبر که دادیم کو چقدر ما آدمی چی میشیم، به همه کار تاباور میشیم. 50% به صبر باید داده شود. انا 50% دیگه 25%ش میگه 20%ش تعهد یعنی عهد بستن. هم کورا چی میگیم، میگیم قصد کردن، هم کورا پیشه کردن، نیت کردن. و 30%ش توکل به الله تعالی کردن. دیدین 50%ش صبر، اول باید صبر کنیم، صبر پیشه کنیم، بعد هم کورا پیشه کنیم، نقشه کشیم. میسو چیزی که در نقشه حیات هست میسو اویل برپا کردن است، ماشین خریدن است، خانه خریدن است، یا که همسر میخوان که کودک دار حامله دار شوند، یا که میخوان که سفری حج روند. همین کارا میسو که اول صبر پیشه میکنن، میسو همه کاراشون میسو جمع گیری میکنن، چیزی که دارن وابسته به همون با عهد میبندن. میسو که نقشه میکشن، قصد میکنن، میسو مقصد میگذارن. 50%ش صبر باید کنن، 50% دیگه صبر زیاد است. و 20%ش میسو عهد بستن، قصد کردن، نیت کردن. و یکی نیت در اول هم مهم درست میبینه که صبر در قرآن بوده که برای صبر در اول فیصله علیم. صبر در اول صبر باید پیش کنیم، برای که کلید همه مشکل صبر است. همه صبر در اول فیصله نیت کردن، در دوم میسو قصد کردن، از سیوم توکل به الله کردن، 20%ش عهد بستن نیت کردن، و 30%ش توکل به الله کردن. دیدین انسان 100% ارگانیمش جسمش میسو به چیزها تقسیم کردن علم های فارسی زبان و ایرانی فارس زبانам эронию тоҷику афғонам. хуб ҳамон олимо тақсим кардем ки ҳамин вуҷуди инсон 100% мисол кора буд карда метавонад, 50%аш сабру асқат карда метавонад, 20%аш мисол ният кардан, чӣ мегӯянд, ғайрат кардан, мақсад гузоштан, ва 30%аш таваккул ба Аллоҳ таоло кардан. яъне ки таваккул мекунад ва интизор мешавад ки худованд кори моро кай буд мекунад иншоаллоҳ. бале, барои ҳамин ҳеҷ гоҳ бояд ки чӣ нашавем, дилшикаста нашавем. صبر رو پیش کردیم، برای که درباره صبر در 90 جای قرآن آمده. در 90 جای قرآن درباره صبر خبر میدهد که الله تعالی صبر کنندگان است. صبر کن، صبر جمیل. با میگه در سوره والعصر میگه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، میگه نصیحتشون که میگه به حق جویی، نصیحتشون که به صبر کردن. درباره صبر زیاد آیات 90 جدا اومده. اینه که گفتم برای شما میشه چند میشه یکی جوشه. بله، می‌ندارم از شما با دعا باشه انشاءالله که الله تعالی هم ما را از جمله صابران و نقشه‌مون برار میگرفتگی و از جمله توکل کنندگان الله تعالی ما را بگرداند. برای که قرآن میگه درباره توکل که الله تعالی توکل کنید و درستی که الله تعالی چی توکل کنندگان را دوست می‌دارد. پس که خداوند که ما را دوست می‌دارد، کاری ما را انشاءالله که الله تعالی خودش کار میکند، آسان میکند و حل میکند انشاءالله. خب در سوره چی اومده است که علم نشرح میگه که پس از هر شوره سبکی است. وقتی که ما صبر کردیم، نقشه خود رو پیشه کردیم و توکل به الله کردیم، مشکلی ما انشاءالله که آسان میشه. از بینی مثل صبر میکنیم و سبکی پس از بینی انشاءالله که می آید. خب می‌ندارم شما.